ассалому алайкум дӯстони азиз. дар ин навор якчанд намунаи мисолҳои маркази миллии тестиро аз фанни математика дида мебароем. мисоли 37 ҳисоб кунед. 3 бутуну 3 тақсими 4 тарҳи 3 бутуну 3 тақсими 4 тарҳи 1 бутуну 2 тақсими 3 ин зарби 7 бутуну 1 тақсими 5. аввал мо ин касрҳоро ҳамаашонро ба касрҳои нодуруст мегардонем. яъне 3 бутуну 3 тақсими 4ро ба касри нодуруст мегардонем. барои ин 3ро ба махраҷ зарб карда, баъд натиҷаро ба сурат ҷамъ карда дар боло менависем. 3 кара 4 12, 12 ҷамъи 3 15 тақсими махраҷ бетағйир мемонад. касри дуюмгӣ 1 бутуну 2 тақсими 3, 1 зарби 3 3, 3 ҷамъи 2 5 тақсими 3. касри сеюмгӣ 7 бутуну 1 тақсими 5, ин мешавад 7 кара 5 35, ҷамъи 1 36 тақсими 5. пас инро дар инҷо идома медиҳем. яъне мо дорем 3 бутуну 3 тақсими 4, яъне 15 тақсими 4 тарҳи 1 бутуну 2 тақсими 3, яъне 5 тақсими 3 зарби 7 бутуну 1 тақсими 5, яъне 36 тақсими 5 баробари. баъдан мо дар инҷо дохили қавсро бояд тарҳ кунем. барои ҳамин мо бояд барои 4 ва 3 махраҷи умумӣ кобем. махраҷи умумии 4 ва 3 дар инҷо қавс дорем. 12 мешавад махраҷи умумии 4 ва 3 ва ба 4 3 мерасад, ба 3 бошад 4 мерасад. яъне 3 зарби 15 ин мешавад 45 тарҳи 4 зарби 5 20 зарби 36 тақсими 5 баробари 45 тарҳи 20 мешавад 25 тақсими 12 зарби. дар ҷои 36 ман менависам 3 зарби 12, чунки 36 ин 3 зарби 12 мебошад тақсими 5. дар ҷои ин 25 бологӣ бошад менависам 5 зарби 5 дар ҷои 25. барои ин дар инҷо 12 бо 12 5 бо 5 ихтисор мешаванд ва мо ҳосил мекунем 5 зарби 3 15. яъне дар инҷо мо 15 ҳосил кардем. پنج ضرب 3 15. بله در اینجا 25 با 5 اختصار شد، 36 با 12 اختصار شد. یعنی جواب تست 37 این میشه از 15 یعنی ا. مثال آینده مثال 45 حساب کنید. 5 در کوب طرح 3 در کوب تقسیم 6 در کوادرات طرح 22. 5 در کوب طرح 3 در کوب تقسیم 6 در کوادرات طرح 22. 22 میشه 11 ضرب 2. بیاید همین چطوری که هست همین طور کار میکنیم. یعنی اول قوس یکم رو کار کرده بعد قوس دوم رو کار میکنیم و در نتیجه یعنی یکم کار ما قوس یکم رو اجرا میکنیم. 5 در کوب طرح 3 در کوب و در آخر اون رو نتیجه رو تقسیم میکنیم و خلاص. 5 در کوب این میشه 5 ضرب 5 ضرب 5 طرح 3 در کوب میشه 3 ضرب 3 ضرب 3. اول ضرب رو اجرا میکنیم. 5 ضرب 5 ضرب 5 میشه 5 ضرب 5 25 ضرب 5 125 طرح 3 ضرب 3 9 ضرب 3 27 این میشه 98. یعنی 125 طرح 27 این میشه 98. قوس یکم قوس دوم باشد 6 در کوادرات طرح 22. 6 در کوادرات میشه 36 طرح 22. 36 طرح 22 میشه 14 و در آخر ما باید 98 رو تقسیم 14 کنیم. برای همین 98 تقسیم 14 میبینیم در کرات 4 ما 8 داریم.
در کرات 4 8 داریم. 4 کرات 2 8. باز 4 کرات 7 28. یعنی 4 کرات 7 14 کرات 2 نمیشه. 14 کرات 7 رو میسنجیم. 14 ضرب 7 7 کرات 4 28 8 2 دارید. 7 کرات 1 7 2 قد 98. یعنی در اینجا 7 میرسیده است. یعنی جواب تستی 45 این بوده است. ب یا اینکه 7. میگذاریم به تستی آینده. 48م تست. حساب کنید 18 در کوب تقسیم 18 در کوب تقسیم 3 در کوادرات ضرب 6 در کوب تقسیم 30 در درجه 4 تقسیم 15 در درجه 4 ضرب 2 در درجه 5. اکنون در اینجا یک چند عملیات رو انجام میدهیم و یک از آنها این تقسیم رو ضرب میکنیم و کسرها رو چپا مینویسیم. دیگری از آنها این با ضرب شونده ها جدا کردن عدد هایی که ببینید که در اینجا 18 اگر با ضرب شونده جدا شود میشود 3 ضرب 6 که در اینجا 3 و 6 داریم ممکن که آنها اختصار شوند. پس می نویسیم 18 در کوب رو من می نویسم خود 18 رو می نویسم که 3 ضرب 6 در کوب تقسیم 3 در کوادرات ضرب 6 در کوب. این یعنی کسری یکمگی. این برابر می شود حاصل ضرب عددها اگر در یکم درجه عمومی باشد ما میتوانیم علاوه آنها رو در آن همین درجه گیریم. یعنی 3 در کوب ضرب 6 در کوب تقسیم 3 در کوادرات ضرب 6 در کوب. ببینید که 6 در کوب و 6 در کوب اختصار می شوند. 3 در کوب تقسیم 3 در کوادرات این می شود 3. یعنی در بالا 3 ما یک درجه زیاد است برای همین 3 میموند. یعنی کسر یکم 3 برآمد. کسر دوم باشد چند میبره؟ کسر دوم 30 رو من می نویسم که ببینید که در اینجا 30 داریم. 30 رو من می نویسم که 2 ضرب 15 در درجه 4 تقسیم 15 در درجه 4 ضرب 2 در درجه 5 برابر 2 ضرب 15 در علاهیدگی یعنی 2 در درجه 4 ضرب 15 در درجه 4 تقسیم 15 در درجه 4 ضرب 2 در درجه 5. در اینجا 15 ها اختصار میشن با درجه هایشون و 2 در درجه 4 و 2 در درجه 5 باشد اختصار میشن ولی در اینجا 2 میموند. 1 تقسیم 2 یعنی کسر دوم 1 تقسیم 2 میشده است. پس ما باید کسر یکم رو تقسیم کنیم با کسر دوم و حاصل کنیم. کسر یکم ما این برآمد 3 تقسیم کسر دوم ما 1 تقسیم 2. ببینید 3 رو به تغییر می نویسیم تقسیم رو ضرب میکنیم و کسر دوم رو برعکس 2 تقسیم 1 یعنی میشه 3 ضرب 2 6. این است جوابی تستی 48. دوامش تستی 54. 6 ضرب ریشه 8 تقسیم ریشه 2 طرح ریشه 2 از 10 5 تقسیم 9 از 10 1. ببینید که ما اگر داشته باشیم یگان بزرگی A تقسیم بزرگی B ریشه آنها رو حاصل تقسیم ریشه آنها رو داشته باشیم ما میتوانیم که در آنها رو در ریشه عمومی تقسیم کنیم یعنی A تقسیم B یا اینکه با واسطه دیگر تقسیم هم میشه. ما داشته باشیم اگر A تقسیم B ما میتوانیم چنین نویسیم ریشه A تقسیم B. در ضرب نیست چنین کرده میتوانیم یعنی اگر ما داشته باشیم A ضرب B ما میتوانیم نویسیم که A ضرب B. یعنی در تقسیم ضرب ما میتوانیم که وقتی یک ریشه یک عدد بر ریشه دیگر عدد تقسیم یا ضرب شده ایستاده است ما میتوانیم که ریشه عمومی گیریم مثل اینجا. ببینید که ما داریم 6 ضرب ریشه 8 تقسیم ریشه 2 این میشود که ریشه 8 تقسیم 2. بعد طرح داریم باز ریشه 2 از 10 5 و ریشه 9 از 10 1 آنها رو در عموم می نویسیم 2 از 10 5 تقسیم 9 از 10 1 یعنی در ریشه عمومی می نویسیم آنها رو. پس در اینجا حاصل میکنیم که 6 ضرب ریشه 8 تقسیم 2 میشود ریشه 4 طرح 2 از 10 5 تقسیم 9 از 10 1 این میشود 25 یعنی ریشه 25 برابری ریشه 4 در اینجا ما ریشه 4 ما این 2 میشود یعنی 6 ضرب 2 طرح ریشه 25 همون 5
پس می شود 12. 6 ضرب 2 12 طرح 5 این می شود 7. یعنی جواب تستی 54 ما 7 بوده است. میگذاریم به تست آینده. قیمت ایفاده را یابید. ریشه 5 طرح ریشه 45 در کوادرات. در اینجا از فرمول ضرب مختصر استفاده میبریم. a طرح b در کوادرات این برابر است به a کوادرات طرح 2ab جمع b کوادرات. جمع b کوادرات. و از اینجا استفاده میبریم. یعنی ریشه 5 در کوادرات که این خودش 5 می شود طرح ریشه 45 در کوادرات جمع نه من فرمول ضرب مختصر a کوادرات طرح 2ab. در اینجا داریم طرح 2 ضرب a ما این 5 است b ما این ریشه 45 است. یعنی a کوادرات طرح 2ab جمع b کوادرات یعنی ریشه 45 در کوادرات. پس در اینجا a کوادرات ما این می شود 5 ریشه 5 در کوادرات می شود 5 طرح 2 ضرب ریشه های 5 و 45 رو در ریشه عمومی گرفته می توانیم چطوری که ما در مثال پیشینه قید کردیم. 5 ضرب 45 جمع ریشه 45 در کوادرات می شود 45 یعنی ریشه با کوادرات اختصار می شود. برابری در اینجا داریم 5 طرح 2 ضرب 5 ضرب 45 رو می نویسم که 5 ضرب در جای 45 می نویسم که 5 ضرب 9 جمع 45 یا خیرانگی 45 برابری 5 طرح 2 ضرب در اینجا ببینید که 5 ضرب 5 داریم که آنها حاصل ضربشون 25 می شود. از ریشه می براید 5 ضرب 9 باشد از ریشه می براید می شود 3 جمع 45 یا خیرانگی برابری. اول ضرب ها را اجرا میکنیم. برای همین حالا ما طرح ها رو نمیرسیم. یعنی 5 طرحی 2 ضرب 5 2 ضرب 5 10 ضرب 3 30 جمع 45 یعنی در اینجا داریم 5 مثبت 45 مثبت یعنی 50 مثبت و 30 تا دیگه منفی یعنی می شود 20 50 مثبت 30 منفی 20 میشه 20 مثبت می شود یعنی 5 طرحی بله 20. پس جواب تست 60 این 3 بوده است یا اینکه 20. میگذاریم به تست آینده. ریشه 112 جمع ریشه 96 تقسیم ریشه 7 جمع ریشه 6. یعنی ما باید چون این مثال را حل کنیم و بینیم. برابری ریشه 112 جمع ریشه 96. بیاید ببینیم که 112 به ضرب شونده ها چطور جدا می شود. 112 رو چطور ما نوشته می توانیم. آیا 112 به 6 یا 7 کرتی هست یا نیست؟ بیاید می سنجیم. 112 تقسیم 7 11 تقسیم 7 4 4 کرد 7 28 11 تقسیم 7 1 کرد 7 7 از 11 7 رو میگیریم 4 از 11 7 رو میگیریم بله 4 2 رو میفراریم 42 6 یعنی 16 رو میرسیده است. 96 باشد 96 به 7 کرتی هست یا نیست؟ به 7 9 به 7 1 کرد 7 7 26 26 به 7 کرتی نیست. پس 96 به 7 کرتی نیست. می‌سنجیم که 96 به 6 کرتی هست 9 به 6 1 تا در اینجا طرح میکنیم از 9 6 36 16 تاگی. یعنی ما میتونیم در اینجا چنین عمل رو انجام دهیم. 112 رو می‌نویسیم که 16 ضرب 7 چطوری که در اینجا ما سنجیدیم الکی 16 ضرب 7 که خودش 112 میشود جمعی 96 رو باشد می‌نویسیم 16 ضرب 6 16 ضرب 6 تقسیم ریشه 7 جمعی ریشه 6 برابری در اینجا 16 ها از ریشه میبرند 4 میشوند یعنی 4
ریشه 7 جمع 4 ریشه 6 تقسیم ریشه 7 جمع ریشه 6. پس در اینجا 4 رو از قوس میبریم، ریشه 7 جمع ریشه 6 می شود تقسیم ریشه 7 جمع ریشه 6. پس ببینید که اینها اختصار می شوند، جواب میموند 4 خالی، تنها 4. یعنی جواب مثال 66 تست 66 این 4 بوده است. اکنون رسیدیم به مثال 69. می شود می نویسیم ریشه 16 جمع 6 ریشه 7 جمع ریشه 16 طرح 6 ریشه 7. و در اینجا ما باید از اصول فرم مانند کردن آوردن با فرمول ضرب مختصر استفاده میبریم. یعنی انا همین ifade های زیر ریشه رو ما باید با فرمول ضرب مختصر آورده رسونیم تا که کوادرات آن در اونجا کوادرات با ریشه اختصار شود. یعنی چطور؟ 16 رو ببینید در اینجا 7 داریم، میبینیم که در داخل 16 چند 7 داریم و غیر از 7 باز چی داریم؟ در داخل 16 ما داریم 9 جمع 7، یعنی 16 این میشود 9 جمع 7 جمع 6 ریشه 7. این یکم عمل، یکم ریشه این میشود 9 رو می نویسیم که 3 در کوادرات، خودی 7 رو باشد می نویسیم که ریشه 7 در کوادرات جمع 6 رو باشد می نویسیم 2 ضرب 3 ضرب ریشه 7. یعنی ببینید که اگر در اینجا a ما این 3 باشد، a برابر 3 باشد، b برابر باشد بر ریشه 7، پس در اینجا ما داریم a در کوادرات یعنی 3 در کوادرات جمع b در کوادرات یا اینکه خودی 7 ریشه 7 در کوادرات یعنی b در کوادرات جمع 3 ما گفتیم a هست یعنی 2 ضرب 3 a هست ضرب ریشه b ما b است 2ab که این فرمای a جمع b در کوادرات رو به ما میدهد. پس در اینجا می شود ریشه 3 در کوادرات جمع ریشه 7 در کوادرات جمع 2 ضرب 3 ضرب ریشه 7 این می شود که 3 جمع ریشه 7 در کوادرات. یعنی جوابی یکم ریشه ما انا همین خیلی می شود. جواب ریشه دوم ما باشد این طور می شود 16 رو بود می نویسیم 9 جمع 7 طرح 6 ریشه 7. این می شود که 9 می شود 3 در کوادرات جمع 7 باشد ریشه 7 در کوادرات طرح 2 ضرب 3 ضرب ریشه 7 که این فرمولی بود همون فرمول ضرب مختصر یعنی کوادراتی فرق رو می دهد که اینجا می شود یا می شود که 3 طرح ریشه 7 یا اینکه می شود ریشه 7 طرح 3 یعنی فرق ندارد چون که در اونجا کوادرات داره، در اینجا کوادرات داره در تحت ریشه و ما همین وریانت 3 طرح ریشه 7 رو قبول میکنیم. پس در همین مثال بیولوژی میگذاریم ریشه یکمگی با ما بینید که در اینجا باز من عملیات های آخران رو اجرا نکردم. در آخر 3 جمع ریشه 7 میموند کوادرات با ریشه اختصار می شود. در اینجا نیز همین طور کوادرات با ریشه اختصار می شود یعنی می رود 3 طرح ریشه 7. پس اینها رو در نتیجه میگذاریم، در اینجا میگذاریم می شود کسر ریشه یکمگی 3 جمع ریشه 7 جمع این جمع رو میگذاریم 3 طرح ریشه 7 ریشه 7 مثبت ریشه 7 منفی اونها اختصار می شوند 3 جمع 3 می شود 6 یعنی جواب تستی 69 6 است. 72 مثال 72 3 تقسیم 5 ضرب ریشه 225 جمع 2 تقسیم 9 ریشه 324 طرح 20 ریشه 0 از 101. در اینجا 225 و 324 ریشه هایشون این میشود 15 و 18 و 0 از 101 رو باشد چون این می نویسیم ریشه 0 از 101 این میشود 0 از 101 این 1 تقسیم 100 می باشد یعنی 0 از 101 تا
پس 1 تقسیم 100 چطوری که ما گفتیم وقتی که ما تقسیم حاصل تقسیم رو در ریشه داریم یا اینکه تقسیم ها در الهیده در ریشه هستند یا ما میتونیم آنها رو در ریشه عمومی گیریم یا اینکه اگر آنها در ریشه عمومی باشند در ریشه الهیده گیریم. یعنی ریشه الهیده 1 تقسیم ریشه الهیده 100. ریشه الهیده 1 این میشود خود 1 ریشه 100 باشد میشود 10 یعنی 0 از 10 1 تقسیم 10 یا که 0 از 10 1 پس ریشه 0 از 100 1 این میشود 0 از 10 1. پس در اینجا میگذاریم می نویسیم برابری 3 تقسیم 5 ضرب 15 داریم در اینجا جمع 2 تقسیم 9 ضرب 18 داریم ما از ریشه برآوردیم طرح 20 ضرب 0 از 10 1 برابری در اینجا بینید که 3 من اینطور میکنم 3 تقسیم 5 ضرب 15 رو می نویسم که 5 ضرب 3 جمع 2 تقسیم 9 ضرب 18 رو می نویسم که 9 ضرب 2 طرح 20 ضرب 0 از 10 1 خیر معلوم است که 0 20 با 0 از 10 1 اختصار می شود 2 یعنی که 20 ضرب 0 از 10 1 می شود 1 تقسیم 10 20 با 10 2 می شود اختصار می شود برابری و اکنون ببینید در این اعضای ما 3 با 3 5 با 5 اختصار می شود در این اعضای ما باشد 9 با 9 اختصار می شود میموند 3 ضرب 3 یعنی 9 جمع میموند در اینجا 9 2 ضرب 2 یعنی 4 طرح 2 9 جمع 4 طرح 2 این می شود 13 طرح 2 11 یعنی که 9 جمع 2 بله 11 پس جواب تستی 72 ما این 11 بوده است یا اینکه ا بوده است. مثال رقم 78 برای عدد ناتورالی n قیمت ifade را یابید. عددهای ناتورالی این عددهای یعنی اگر n این عدد ناتورالی باشد عددهای ناتورالی این عددهای 1 2 3 4 و غیره ها یعنی عددهایی که ما با واسطه آنها حساب کرده میتوانیم اشیاء را چون این عددها می باشند. برای عددهای ناتورالی ما باید قیمت ifade را یابیم و ببینید که دلخواه عدد ناتورالی رو ما اگر به عدد جفت ضرب زنیم عدد ناتورالی جفت حاصل می شود یعنی 6 ببینید که در اینجا 1 در درجه 6 n جمع 2 داریم 6 n این عدد جفت 6 n در عموم عدد جفت می شود عدد جفت رو با عدد جفت جمع کردیم در اینجا باز عدد جفت حاصل می شود و این چنین عدد 1 در درجه عدد جفت ببینید 6n جمع 2 این 6n جمع 2 این می شود جفت عدد 1 در درجه دلخواه عدد هم جفت باشد هم طوق این برابر می شود به 1 عدد 1 در درجه عددهای ناتورالی یعنی 6n جمع 2 این از بس که این عدد ناتورالی است پس 6n جمع 2 هم عدد ناتورالی می شود برای همین 1 در درجه عدد ناتورالی می شود 1 و این چنین مینوس 1 باشد ببینید که در اینجا مینوس 1 داریم در رقم دوم مینوس 1 در درجه 2n جمع 3 2n خودش عدد جفت می باشد عدد جفت جمع طوق همه وقت عدد جفت جمع طوق این طوق رو می دهد برای همین مینوس 1 در درجه عدد طوق مینوس 1 در درجه عدد طوق این می شود مینوس 1 و مینوس 1 در درجه عدد جفت باشد این می شود مینوس 1 در درجه یگان فرض کردیم که 2n اگر جفت باشد 2n خودش جفت است این می شود 1 مثبت می شود ولی مینوس 1 در درجه عدد طوق این می شود مینوس 1 پس ببینید که اول داریم دلخواه عدد 1 در درجه دلخواه عدد ناتورالی یعنی 1 در درجه 6n جمع 2 طرح مینوس 1 در درجه 2n جمع 3 تقسیم 3 و از 10 7 طرح 1 و از 10 2 در اینجا می شود 1 چون که 1 در درجه عدد ناتورالی می شود 1 طرح می توانید سنجید 1 در کوادرات 1 در
کوب، همه اینها یک میدهند. اگر 1000 مرتبه هم یک رو به خودش ضرب کنید باز همون یک حاصل می شود. و در اینجا باشد مینوس 1 در درجه عددی طوق، این می شود خودی مینوس 1 تقسیمی 3 وازده 7 طرح 1 وازده 2، این می شود 3 وازده 7. از 3 1 رو میگیریم 2، از 9 وازده 7 9 وازده 2 رو میگیریم 5، 2 وازده 5 2 وازده 5. و در اینجا مینوس با مینوس ضرب کرده می شود پلوس می شود 1 جمع 1 تقسیمی 2 وازده 5 یا اینکه 2 تقسیمی 2 وازده 5 یا اینکه ما میتونیم 2 تقسیم 9 وازده 5 رو بینید 2 تقسیمی 2 از 10 5 ورگول رو خط میزنیم. در اینجا 9 پیدا می شود 20 تقسیم 2 از 20 تقسیم 25 می شود و در اینجا 9 می دهیم، در اینجا هم 9 می دهیم. 200 تقسیم 2 از 200 تقسیم 25 می شود 8 8 ضرب 25 200 اینجا 9 می شود، یعنی 9 از 10 8 می شود. جوابی تستی 78 مو یعنی ا. در اینجا تست 84 است به فکرم. ریشه معادله را یابید. ریشه معادله را یابید. 13x طرح 73 ضرب 7 برابر است به 763. اولین کاری که میکنیم ما باید انا همین داخل قوس رو معین کنیم، چون که خود اینو معلوم ما در داخل قوس است. برای همین می نویسیم داخل قوس رو 13x طرح 73 برابر است به، یعنی برای افتن داخل قوس چیزهای زیادی که با اون هستن یعنی ضرب 7 به اون طرف برده میشوند که در اونجا تقسیم میشوند 763 تقسیم 7. یا اینکه در عموم انا همین معادله که ما داریم در اینجا این معادله رو به 7 تقسیم میکنیم، یعنی به 1 تقسیم 7 ضرب میکنیم، پس حاصل میشود که 13x طرح 73 7 طرف چپ اختصار می شود برابری در طرف راست باشد 763 تقسیم 7 پیدا می شود که 763 تقسیم 7 این می شود که 700 خودش 100 می شود 63 9 109. بله حاضر می بینیم 763 تقسیم 7 7 به 7 1 تا 1 عدد 7 7 طرح میکنیم 9 6 رو میفروریم 6 به 7 نمیرسد 3 رو میفروریم 63 میرسد، ولی 3 دوم مرتبه 3 رو که فروردیم الان که ما در اینجا 0 میدهیم 63 به 7 این میرسد 9 9 کرد 7 63 طرح میکنیم میموند 9، یعنی 63 تقسیم 7 این 763 تقسیم 7 این میشود 109. پس در اینجا می نویسیم 13x طرح 73 برابر است به 109 و ببینید که در اینجا ما باید 13x رو پیدا کنیم برای اون که x رو پیدا کنیم. برای همین مینوس 73 در اینجا زیادی است، آن رو به اون طرف میبریم 13x. البته در بین 13 و x در اینجا ضرب هست ولی عادتا آن ضرب رو نمیگذارند. 13 ضرب x برابری 109 73 منفی است به طرف 102 می رود مثبت می شود 73 و 13 ضرب x این می شود 13 ضرب x این می شود 109 جمع 73 این می شود 109 جمع 73 110 72 182. یک بار دیگر می سنجیم برای اینو که خطا نشود 109 73 3 و 9 این می شود 12 2 1 بیاد در اینجا 8 بله 182. پس هر دو طرف این معادله رو با 13 تقسیم میکنیم، چون که 13 در طرف x باید نباشد x خودش تنها یافته شود. در اینجا x 13 ها اختصار میشوند x میموند برابر 182 تقسیم 13 و میبینیم که در کرت 13 عدد 2 هست 3 کرت 4 هست 3 کرت 4 12. بیاد میسنجیم که 13 ضرب 14 چند میشود، چون که انا همین 3 ضرب 4 12 رو میدهد 4 ضرب 3 12 2 1 بیاد 4 ضرب 1 4 می شود 1 ضرب 3 می شود 3 جمع 4 7 می شود با 1 برای 8 می شود 1 ضرب 1 کرد 1 بله 182، یعنی x برابر می شده است بعد 14 چون که 182 تقسیم 13 می شود 14. پس جواب این تستی 84 است و فکرم در اینجا 84 تست جوابش باید 14 باشد.
در اینجا 84 نبوده است، پس 78 74 است، نمیدونم. 83 ایفوده را ساده کنید. ایفوده را ساده کنید. 64m طرح n تقسیم 8m طرح 64m در کوادرات طرح n در کوادرات تقسیم 8mn جمع 8m تقسیم n. بله، ما باید ایفوده رو ساده کنیم. برای این بیایید اول مخرج عمومی میدهیم یا اینکه مخرج عمومی میکوبیم. عموما یک عددی که هم به 8mn تقسیم شود، هم به 8m تقسیم شود، هم به 8n. البته این عدد خودی 8mn میباشد که بیاید مثلا که به همه اینها تقسیم شود. 8mn به خودش تقسیم می شود. بله، به 8m تقسیم می شود. به 8m تقسیم شود به ما n میموند. 8m و 8m اختصار می شود، یعنی در اینجا تقسیم شد و n موند. یعنی به این کسری ما n رسید، به این کسری ما 1 رسید، 1 شد جوابش. به 8mn تقسیم n باشد، n با n میرود 8m میموند، یعنی در اینجا 8m میموند. پس بیایید می نویسیم در اینجا برابری. بعد از برابر وقتی که ما چونین مثال ها رو کار میکنید، اول انا همون مخرج عمومی رو گذارید که از یادتون نبرد که مخرج عمومی شما چی بود. بعد ضرب میزنیم انا همین n رو با 64m n 64m طرح n طرحی باز 1 داریم در اینجا، یعنی ولی قوس میگیریم به این هم 64m کوادرات طرح n کوادرات جمع در اینجا 8m داریم، باز 8m میشه 64m در کوادرات. 8 کره 64 بله m ضرب m در کوادرات برابری. بیاین اکنون قوس رو میکشیم، می نویسیم 64mn طرح n کوادرات. ببینید در اینجا n ضرب n کوادرات شد، طرح 64m کوادرات. قوس رو میکشیم، هر دو اینها طرح میشوند و اینش طرح میشود، اینش میشه جمع، یعنی جمعی، چون که این طرح با این طرح جمع میشود. 64m کوادرات جمع n کوادرات جمع 64m کوادرات تقسیم 8mn برابری. ببینید که در اینجا چی داریم ما. 64 در اینجا n کوادرات در نوبت اول اختصار می شده است. ببینید n کوادرات منفی و n کوادراتی مثبت اختصار می شده است. میماند 64mn طرح 64m کوادرات جمع 64. ببینید در اینجا بله 64m کوادرات جمع 64m کوادرات تقسیم 8mn. در اینجا میبینیم که خطا نکردیم یا اینکه بله 64mn l کوادرات 64m کوادرات. بله اکنون ما میتوانیم 64 در اینجا باز اختصار میشد است. من فکر کردم که در اینجا 64 و 64 128 میشد، ولی نه، در اینجا ما 64m کوادراتی منفی داریم، باز 64m کوادراتی مثبت داریم. در اینجا هم خیلی اختصار میشن آنها، میموند 64mn تقسیم 8mn. mn و mn اختصار میشود، 64 تقسیم 8 میموند که این برابر است به 8. 64 تقسیم 8 این میشود 8، یعنی جواب تست 83 ما این میشده است 8. میگذاریم به تست آینده. ایفاده را ساده کنید. ا طرح 1 تقسیم ا جمع 1 تقسیم 1 تقسیم ا کوادرات جمع 2 ا جمع 1 جمع 1. ببینید که اول ما باید تقسیم رو اجرا کنیم. انا اینجا رو یکم اجرا میکنیم، بعد همه این رو جمع 1 میکنیم. ولی برای اینجا رو اجرا کردن ما اول باید این طرف رو اجرا کنیم، یعنی ا طرح 1 تقسیم ا جمع 1
که این رو ما یکم کار کردن نمیتونیم، ساده کردن نمیتونیم. برای این چیکار میکنیم؟ ا طرح یک تقسیم ا جمع یک، در اینجا نقطه ویرگول، انا همین تقسیمی که در اینجا دیده ایستاده اید این رو ضرب میکنیم و کسی دوم رو چپا مینویسیم. ا کوادرات جمع 2ا جمع 1 و چطوری که دیده ایستاده اید انا همین ا کوادرات جمع 2ا جمع 1 ما رو با ما چیزی رو با یاد آورده ایستاده است. یعنی ببینید که ما ا کوادرات جمع 2 ضرب ا ضرب 1 جمع 1 در کوادرات نوشته میتونیم. این یکم کار است. یعنی انا همین قسم رو ما میتونیم چطور نویسیم؟ اول می‌نویسیم ا طرح یک تقسیم ا جمع 1 ضربی ا کوادرات رو ما میتونیم نویسیم ا کوادرات جمع 2ا رو ما می‌نویسیم که 2 ضربی ا ضرب 1 جمع 1 رو می‌نویسیم 1 در کوادرات که این مانند میشود با فرم ضرب مختصر ا کوادرات جمع ب کوادرات جمع 2ab ا کوادرات جمع 2ab جمع ب کوادرات که ا جمع ب در کوادرات میشود که ا ما ا هست ب ما 1 است ا جمع 1 در کوادرات. یعنی حاصل میکنیم که ا طرح 1 تقسیم ا جمع 1 ضرب باز ا جمع 1 در کوادرات، یعنی کوادرات این با این اختصار میشود میموند ا طرح 1 میموند ا طرح 1 ضرب ا جمع 1 که این برابر است با باز موافق فرم دیگری ضرب مختصر این میشود ا کوادرات جمع طرح 1 در کوادرات یا اینکه ا کوادرات طرح 1. یعنی جوابی حاصل تقسیم ما این ا کوادرات طرح 1. اکنون کار دوم این جواب حاصل کردهمون رو یعنی ا کوادرات طرح 1 رو ما باید با 1 جمع کنیم، 1 با 1 اختصار میشن میموند ا کوادرات که این جوابی تست میباشد ا کوادرات یعنی ب. این مثال 89 بود. مثال 93 ifade رو باز ساده میکنیم. 12 تقسیم 6x جمع 12 باز تقسیم 1 تقسیم x کوادرات طرح 5x طرح 14 و می نویسیم 12 تقسیم 6x جمع 12 رو می نویسیم که 6x جمع 2 یعنی 6 رو از خاص میبریم و تقسیم رو باشد ضرب کرده کسر رو چپا می نویسیم x کوادرات طرح 5x طرح 14 تقسیم 1 برابری در اینجا 12 با 6 اختصار شده در اینجا 2 میموند یعنی 2 تقسیم x جمع 2 ضربی اکنون ببینید در اینجا x جمع 2 داریم اون باید یگان خیل کرده اون رو باید اختصار کنیم یا اینکه ساده کنیم با این x کوادرات طرح 5x طرح 14. برای همین ببینید که من در اینجا x کوادرات می نویسم در اینجا طرح 5x طرح 14 می نویسم. اکنون در اینجا من یک دو چیز رو خودم علاوه میکنم. ببینید در اینجا یک دو چیز رو من علاوه میکنم و میبینیم کوادرات x جمع 2 با ما چی رو میدهد؟ x کوادرات جمع 2 ضرب x ضرب 2 جمع 2 در کوادرات یعنی کوادرات x جمع 2 با ما انا این رو میدهد. برای این ولی من در اینجا ببینید که این رو از خود علاوه کردم انا همین 2x x کوادرات در اینجا داشتیم x کوادرات در اینجا داشتیم در بالا ولی من 2x ضرب 2 یعنی 4x علاوه کردم باز یک 4 دیگر یعنی 2 در کوادرات علاوه کردم. برای همین من باید اونها رو باز طرح کنم که در اینجا قانون ویران نشود قانون های متماتیک یعنی 2x ضرب 2 میشود 4x من طرح میکنم باز برعکس طرحی باز 4 دیگر یعنی 2 در کوادرات و اگر ما در اینجا اختصار کنیم باز انا همون ifade که در کسر بلوغی داشتیم انا همون حاصل می شود پورا. یعنی در اینجا ما کار ما درست است یعنی ما چون می توانیم که اگه عدد رو علاوه کنیم باز همون عدد رو طرح کنیم ولی ما در اینجا اختصار نمی کنیم. انا این قسمی ifade این می شود x جمع 2 در کوادرات. پس در اینجا ما حاصل کرده می توانیم که 2 تقسیم x جمع 2
ضربی. اکنون در اینجا ما داریم x جمع 2 در کوادرات، بعد داریم طرح 4x طرح 5x میشه طرح 9x طرح 4 طرح 14 این میشه طرح 19 18 و برابری در اینجا 2 تقسیم x جمع 2 داریم و در داخل قوس باشد x جمع 2 در کوادرات. در اینجا طرح رو از قوس میبریم از 9x و 18 طرح رو با 9 از قوس میبریم میشه طرح 9x جمع 2 باز انا همون x جمع 2 از قوس میبریم، یعنی 9 رو از قوس برآوردیم بله طرح رو از قوس برآوردیم جمع 18 میشه 9 ضرب 2 بله. اکنون در اینجا x جمع 2 در کوادرات داریم، در اینجا x جمع 2 داریم، یکی از آنها رو از اینجا و این رو باشد از قوس میبریم، یعنی 2 تقسیم x جمع 2 باز x جمع 2 رو از اونجا از قوس برآوردیم، در داخل قوس ماند 1 تا x جمع 2 در اونجا کوادرات بود من 1 تا اش رو برآوردم باز طرح 9 یعنی یک x جمع 2 رو از قوس برآوردم. در اینجا x جمع 2 با x جمع 2 اختصار می شود، جواب حاصل می شود که 2 ضرب x جمع 2 ضرب 9 یا اینکه طرح 9 خیلی یا اینکه چون این جواب داریم حاضر می بینیم 2x قوس رو میکشیم می شود 2x جمع 2 طرح 9 برابری قوس رو باز میکشیم 2x جمع 2 ضرب 2 4 طرح 9 این میشه 2x جمع 4 طرح 9 طرح 5 2x طرح 5 که چون این جواب نداریم متاسفانه، ولی در اینجا ما میتوانستیم که حاضر کنی بسنجیم که به خطاگی راه دادیم یا ندادیم. 2x 14 داریم در آنجا 14 با 4 18 شد بله. 2 ضرب 9 در اینجا 18 بشد بله. در اینجا من 2 رو با 9 ضرب نکردم، در اینجا 2 با 9 ضرب می شود 2 با 9 ضرب می شود، یعنی در اینجا 9 ضرب 2 داریم برای همین اینجا 18 هست 4 پلوس 4 مینوس 18 این می شود مینوس 14 برای این جواب ما می شود 2x مینوس 14 یعنی در اینجا بینید که جواب ما د بوده است 2x مینوس 14. این بود مثالی 93. مثالی 117 ریشه معادله را یابید. می نویسیم 3x جمع 15 طرح x طرح 35 طرح x طرح 50 برابر 250. قوس ها رو میکشویم اکنون. در اینجا هم قوس بوده است، از بس که در پیش از قوس یکم علامت نیست یعنی آن مثبت است، پس میتوانیم به تغییر علامت آن را کشویم. 3x جمع 15 طرح قوس دوم رو بینید که در اینجا پیش از آن مینوس داریم، علامت مینوس داریم که علامت های داخل قوس رو تغییر میدهد، یعنی x در اینجا مثبت است منفی می شود یعنی مینوس x می شود، 35 منفی است مثبت می شود پلوس 35. قوس دوم نیز همه خیلی x مثبت است می شود منفی x، 50 منفی است می شود مثبت 50 برابر است با 250. اکنون بینید در اینجا 3 تا x داریم، در اینجا x داریم، در اینجا x داریم. ما x دارها رو در همین طرف برابری میگذاریم، یعنی این برابری ما است. x دارها رو در این طرف میگذاریم، داریم 3x باز طرح x طرح x، در سه جا ما x داشتیم. اکنون ببینید که 15 35 و 50 رو ما با اون طرف میگذاریم نزدیک 250 نزدیک 250 در آنجاست و 15 با اون طرف میرود طرح میشود طرح 15، 35 هم با اون طرف میرود طرح 35 میشود و 50 هم با اون طرف میرود طرح 50 میشود. و اکنون ببینید طرف چپ معادله رو ببینید 3x
3x طرح 1x این میشه 2x باز طرح 1x دیگر این میشه 1x یعنی 3x طرح x این میشه x خالی برابر است با 250 15 35 50 رو ما باید از 250 گیریم 15 رو میگیریم میشود 235 35 رو میگیریم 200 50 رو میگیریم میشود 150 یعنی x ما 150 بوده است ریشه مدل ما پس 150 بوده است این بود مسئله مثال 117 مثال آینده ریشه مدل را یابید x طرح 1 x جمع 1 برابر است با x کوادرات طرح 2 x طرح 3 در اینجا اهمیت دهید اول ما باید این قوس را کشویم و چونکه در بین 2 و قوس ضرب است اول ما ضرب رو باید اجرا کنیم و بعد و قطار این یعنی برابر کشودن این قوس ما باید این قوس ها رو نیز کشویم یعنی x ضرب x این میشود x کوادرات x ضرب 1 این میشود با علامت مثبت x نوبت مینوس 1 شد مینوس 1 ضرب x میشود مینوس x مینوس 1 ضرب 1 میشود مینوس 1 برابر است با x کوادرات اکنون این رو میکشیم مینوس 2 ضرب x میشود مینوس 2x مینوس 2 ضرب مینوس 3 میشود پلوس 2 ضرب 3 6 یعنی پیش از 2 مینوس داریم با این مینوس هنگامی با 3 ضرب شدن این پلوس 6 میشود پس x کوادرات داریم در اینجا ببینید اینجا این x کوادرات داریم در این طرف برابری در این طرف برابری هم x کوادرات داریم اگر این رو ما با اون طرف بریم منفی میشود و x کوادرات مثبت با این x کوادرات منفی اصلاح میروند و میموند در اینجا x موند x طرح x موند در اینجا که این هم اختصار میشه این هم اصلاح میشوند x مثبت با x منفی میرود در اینجا من یک بار دیگر میسنجم x ضرب x کوادرات x ضرب 1 x طرح x طرح 1 بله درست اکنون ببینید چی میموند در اینجا مینوس 1 میموند برابری در آنجا مینوس 2x پلوس 6 میموند من 2x رو این طرف میارم مینوس 1 رو آن طرف میبرم میشود 2x به این طرف میآید مثبت میشود 1 به آن طرف میرود پلوس 1 میشود و یعنی 6 پلوس 1 2x برابر میشود با 7 x برابر میشود با 7 تقسیم 2 3 و از 10 5 یعنی که خودی 7 تقسیم 2 یعنی میتوانیم باز 3 و از 10 5 هم نویسیم یعنی جواب تستی 120 این 3 و از 10 5 بوده است مثال 126 y طرح 3 طرح 54 برابر y جمع 3 در کوادرات و اکنون باز در نوبت اول این قوس ها رو ما میکشویم y ضرب y کوادرات طرح y ضرب 3 این 3 y طرح 54 برابر است با در اینجا فرم ضرب مختصر داریم a کوادرات جمع 2 ضرب a ضرب b جمع b در کوادرات پس y در کوادرات طرح 3y طرح 54 برابر است با y در کوادرات جمع 2 ضرب 3 6y جمع 3 در کوادرات این 9 می شود و ببینید که باز مثال بالوگی مثال پیشینه y کوادرات در اینجا مثبت در هر دو طرف برابری هستند اگر یکی از آنها رو به دیگر طرف بریم منفی می شود با مثبتش اصلاح می شوند و میموند در اینجا مینوس 3y مینوس 54 برابر است با 6y جمع 9 اکنون بیایید y ها رو به یک طرف میگذرانیم اینجا مینوس 3y داریم و به اون طرف میبریم در آنجا پلوس 3y می شود و این 9 رو باشد به این طرف میاریم می شود مینوس 54 9 به این طرف میآید مینوس 9 می شود برابری 6y در اینجا هست مینوس 3y به اون طرف می رود می شود پلوس 3y و مینوس 54 مینوس 9 این می شود مینوس 63 برابر است با 6y و 3y این می شود 9y 6 جمع 3 این می شود 9 6y جمع 3y بله 9y از اینجا y رو میابیم می شود مینوس 63 تقسیم 9 و y برابر می شود با مینوس 63 تقسیم 9 این می شود 7 پس جواب تست 126 ما این می شود مینوس 7 مثال 132 x جمع 3 تقسیم 2 جمع 5
баробар аст ба x 5 тарҳи 2 ҷамъи x. мекушоем қавсҳоро. x зарби x мешавад x дар квадрат, x зарби 3 тақсими 2 мешавад 3 тақсими 2x бо аломати мусбат ҷамъи 5 баробари. боз қавсро мекушоем. x зарби 5 тақсими 2 мешавад 5 тақсими 2x ҷамъи x зарби x бошад мешавад x дар квадрат. боз ҳамин тавр мисли мисолҳои бологӣ x квадрат дар инҷо x квадрат дар инҷо инҳо ислоҳ мешаванд ва дар инҷо 3 тақсими 2x дорем, дар инҷо 5 тақсими 2x. биёед ин 5ро ки дида истодаед дар инҷо меистад, баробарӣ дар инҷост ва 3 тақсими 2x ба ин тараф меравад мешавад 5 тақсими 2x буд дар он тараф ва 3 тақсими инҷо 5 аст, инҷо 5 аст, 3 тақсими 2x бошад ба он тараф меравад минуси 3 тақсими 2x мешавад. биёед ман инҷоро ислоҳ кунам. дар инҷо доштем 5 тақсими 2, 5 тақсими 2x тарҳи 3 тақсими 2x. дар инҷо 5 бошад боқӣ монд дар тарафи чап, дар тарафи рост 5 тақсими 2x тарҳи 3 тақсими 2x ва 5 баробар аст ба 5 тақсими 2x. дар инҷо махраҷи умумии ҳар дуи ин касрҳои мо ин 2 мешавад, чунки дар махраҷи ҳар дуи инҳо 2 аст. пас 5x ва 3x дар боло ҳамин тавр меистанд ва 5 баробар мешавад. аз 5x 3x-ро гирем мешавад 2x тақсими 2, 2 ба 2 ихтисор мешаванд, мемонад x баробари 5 ё ин ки 5 баробари x. яъне ҷавоби тести 132 мо ин D будааст. 132. мисоли 135. ҷуфти ададҳои x0 ва 3 ҳалли муодилаҳои 2x тарҳи y баробари 29 аст. қимати x0-ро ёбед. яъне решаи ана ҳамин муодила, ду решаи он барои қимати дар инҷо 3 аст. ман y навистам. x0 ва 3. вале ин 3 бошад, ин 3ро мо метавонем бо воситаи y0 муайян кунем. яъне ин решаи ин ана ҳамон y ки мо мебошад ҳангоми қимати y баробари 3 будан x мо қимати x0-ро мегирад. мо бояд x0-ро ёбем. яъне мо бояд дар ҷои y 3 гузорем. пас менависем 2x як бор дигар менависам тарҳи y баробари 29 ҳангоми x0 гирифтан, яъне 2x0 шудан. ҳангоме ки мо дар ҷои x0 менависем, тарҳи дар ҷои y мо бояд 3 нависем баробари 29. пас менависем 2x0 баробари 29 минуси 3 ба назди 29 меравад мешавад плюси 3. аз инҷо 2x0 баробар мешавад ба 29 ҷамъи 3 мешавад 32 ва аз инҷо меёбем x0-ро, ин мешавад 32 тақсими 2, 32 тақсими 2 ё ин ки x0 баробар мешавад ба 16 ки инро дар ҷавоб мо дорем, яъне 3 мебошад ҷавоб. мегузарем ба мисоли оянда. ҷуфти ададҳои 1 3 ҳалли муодилаҳои a-1 x тарҳи y баробари 8 аст. қимати a-ро ёбед. яъне a-1 x тарҳи y. дар инҷо диққат диҳед ки ҳар се ана ин қисми мо, ана ин қисми муодила як аъзо мебошанд. яъне a тарҳи 1 бо x аввал зарб мешавад. боз фикр накунед ки x тарҳи y дар инҷо алоҳида аст баробари 8 ва решаҳои ин муодилаҳо, яъне ҷуфти ададҳои 1 ва 3, яъне x баробари 1 y баробари 3 мебошад ва мо бояд қимати a-ро барои ин решаҳои муодила ёбем. a-ро ёбем ва бинед менависем a тарҳи 1 зарби дар ҷои x мегузорем. x мо 1 будааст. тарҳи дар ҷои y 3 мегузорем баробари 8 ва қавсро мекушоем мешавад a тарҳи 1 зарби 1 ки шуд, яъне ҳеҷ тағйир намеёбад. a тарҳи 1 тарҳи 3 баробари 8. тарҳи 3-ро ба он тараф мебарем. тарҳи 3 тарҳи 1 умуман ба он тараф меравад, мешавад a баробари 8. тарҳи 1 ва тарҳи 3 ба он тараф мераванд, ҷамъ мешаванд, ҷамъи 1 ҷамъи 3 мешаванд. яъне a баробар будааст ба 8 ҷамъи 1 9, 9 ҷамъи 3 12. ин бошад ҷавоби тести 138. мегузарем ба тести 144. ман аз ҳар як тест як намунаи кор карда истодаам. аз ҳар як намуди тест кӯшиш карда истодаам ки як намунаи кор кунам. давомашро худатон кор карда бинед. x квадрат ҷамъи 8 тақсими x тарҳи 4x ҷамъи 1 тақсими 4 баробари 0. ва бинед
در اینجا x داریم، در اینجا 4. مخرج عمومی این کسرها می شود که 4x، یعنی هم به 4 تقسیم می شود هم به x. به 4 به x تقسیم می شود می رسد x با اختصار می شود 4 تا می رسد به x، یعنی به این کسر 4 می رسد. 4x باشد به 4، این 4 به 4 می رود x تا می رسد، یعنی به این باشد x می رسد. و در معادله البته ما مخرج عمومی رو اگر گذاریم نیست، ولی آن به آن طرف می رود، با 0 ضرب می شود و 0 رو می دهد. برای همین می توانیم مخرج عمومی معادله رو پرتویم. حاضر می بینید در اینجا داریم 4 ضرب می شود با این اعضا x کвадрат جمع 8، طرح رو می گذارونیم 4x جمع 1 ضرب می شوند به x. تقسیم مخرج عمومی معادله ما این 4x بود برابر 0. اگر هر دو طرف رو ما با 4x ضرب کنیم، با 4x ضرب کنیم، 4x با 4x در اینجا اختصار می شوند و در اینجا باشد 0 ضرب 4x، این باز همان 0 رو می دهد. پس انا همین 4x کвадрат جمع 8 طرح 4x در اینجا 4x بوده است. در اینجا 4x جمع 1x برابر 0 داریم. اکنون قوس ها رو میکشویم. 4x کвадрат جمع 4 ضرب 8 32 طرح x ضرب 4x این میشود باز 4x کвадрат طرح، چون که این طرح با این در اینجا چی داریم؟ جمع 1 داریم. در اینجا من 1 رو از یاد برآوردم. این طرح با این جمع طرح میشود x باشد ضرب 1 این میشود خودی 1x برابر 0. اکنون ببینید x ها رو در اینجا 4x کвадрат مثبت است، در اینجا 4x کвадрат منفی است، آنها میروند و میماند تنها 32 مثبت در این طرف، 32 مینوس x برابر 0. x رو به اون طرف میبریم میشود 32 برابر مثبت x، یعنی x خودش بوده است این 32 بوده است x، یعنی a 144. مثال 147 سه بوتون و عضوی نامعلومی تناسب را ما باید یابیم. 3 بوتون و 6 تقسیم 25 تقسیم 2 بوتون و 2 تقسیم 5 برابر x تقسیم 6 بوتون و 2 تقسیم 3. در تناسب ما چنین قاعده داریم که حاصل ضرب اعضاهای کناری با حاصل ضرب اعضاهای مبینی برابرند. و پیش از آن که ما این برابری رو می‌نویسیم، ما بیایید انا همین کسرها رو با کسری نادرست میگردونیم، یعنی 3 بوتون و 6 تقسیم 25 رو با کسری نادرست میگردونیم. این میشود 3 ضرب 25 75 جمع 6 میشود 81 تقسیم 25. یک بار دیگر 3 ضرب 25 75 بله جمع 6 81 تقسیم 25 بله. کسری دیگری 2 بوتون 2 تقسیم 5 رو با کسری نادرست میگردونیم میشود 2 ضرب 5 10 جمع 2 12 تقسیم 5. کسری سومگی ما این 6 بوتون 2 تقسیم 3 6 ضرب 3 18 و 2 20 تقسیم 3. اکنون در تناسب خود رو همین معادله رو یک بار دیگر می نویسیم. 3 بوتون و 6 تقسیم 25 این 81 تقسیم 25 برآمد، ما در آنجا نوشتیم 81 تقسیم 25 تقسیمی 2 بوتون و 2 تقسیم 5 باشد 12 تقسیم 5 برآمد برابر است به x تقسیمی 6 بوتون و 2 تقسیم 3 باشد برآمد 20 تقسیم 3. و میتوانیم به همین قاعده که من گفتم، یعنی اعضاهای کناری حاصل ضربشون با اعضاهای مبینی برابر میشوند، به استفاده این قاعده هم ما میتوانیم این رو استفاده بریم. بیاید به این قاعده ما این مسئله رو حل میکنیم. اول طرف چپ معادله رو کار میکنیم. 81 تقسیم 25 این تقسیم رو ما ضرب میکنیم و کسر رو چپا مینویسیم 5 تقسیم 12 برابری 81 رو همین طور مینویسیم ضربی 5. هنگام ضرب کسرها صورت به صورت مخرج با مخرج ضرب می شود، یعنی 81 ضرب 5 تقسیم 25 ضرب 12 ولی من 25 رو می نویسم که 5 ضرب 5 در جای 25 نوشتم 5 ضرب 5 باز ضرب 12 در اینجا 5 با 5 اختصار شد ماند 81 تقسیم 5 ضرب 12 که 5 ضرب 12 این می شود 60. یعنی این طرفی چپی تناسب ما می باشد 81 تقسیم 60 برابری در اینجا نیست چون می نویسم x ضرب 3 تقسیم 20 یعنی کسر رو چپا می نویسم تقسیم رو ضرب می نویسم و البته این x به صورت تعلق دارد چطور، یعنی 81 تقسیم 60 برابر است با 3x تقسیم 20
و اگر من هر دو طرف معادله رو با 60 ضرب کنم چه حادثه رخ میدهد؟ در اینجا 81 تقسیم 60 ضرب 60، یعنی در اینجا اگر من ضرب کنم 81 تقسیم 60 ضرب 60، 60 با 60 اختصار می شود برابری در آن طرف باشد. بیاید خوبترش نویسم. 81 تقسیم 60 ضرب 60 برابر است با 60 ضرب 3x تقسیم 20. در اینجا 60 با 60 اختصار می شوند، در اینجا 60 با 20 اختصار می شود، 3 میماند. پس حاصل میکنیم که 81 برابر است با 3 ضرب 3x، یعنی 81 برابر بوده است با 3 ضرب 3 9x. یعنی از اینجا اگر ما x را یابیم این می شود 81 تقسیم 9، یعنی x برابر می شده است با خود 9. 81 تقسیم 9 این 9 می شود که جواب ما ب بوده است. مثال 151 سوم ریشه های معادله را یابید. می نویسیم 2x طرح 1 x طرح 3 برابر است با x جمع 1 x طرح 2. کار اولین که ما باید انجام دهیم این قوس ها را کشویم، یعنی 2x را با 2x می شود 2x کوادرات، 2x با 3 می شود طرح، یعنی 2x ضرب 3 از بس که 3 منفی است طرح 2x ضرب 3 2x ضرب 3 نوبت مینوس 1 شد. مینوس 1 ضرب x یعنی مینوس x، مینوس 1 ضرب مینوس 3 می شود پلوس 3 برابر است با x ضرب x در طرف راست x کوادرات، x ضرب مینوس 2 می شود مینوس 2x نوبت پلوس 1 شد. پلوس 1 ضرب x می شود پلوس 1x، پلوس 1 ضرب مینوس 2 می شود مینوس 2. و اکنون در اینجا 2x کوادرات داریم، در اینجا 1x کوادرات داریم. بیاید اول می نویسیم 2x کوادرات طرح، در اینجا 2x ضرب 3 این می شود 6x طرح x جمع 3 برابر است با x کوادرات طرح، بینه در اینجا 2x طرح 2x جمع 2x داریم، یعنی طرح 2x جمع 2x این می شود طرح 1x، چون که 2x منفی از 1x مثبت زیادتر است، برای همین مینوس x می شود، بعد باز مینوس 2. اکنون ببینید در اینجا نیز همین طور 2x کوادرات مینوس 6x مینوس x می شود مینوس 7x، یعنی ما 6 تومان قرضدار بودیم باز یک سوم دیگر قرض گرفتیم، این می شود 7 تومان قرضدار. جمع 3 برابر است با x کوادرات طرح x طرح 2 و در آخر ما 2x کوادرات می نویسیم. این x کوادرات که در طرف راست است با این طرف می گذرانیم می شود منفی x کوادرات، باز در اینجا ما داریم مینوس 7x، این مینوس x که در طرف راست داریم با اون طرف میبریم می شود مثبت x پلوس x، در این طرف داریم پلوس 3، در آن طرف داریم مینوس 2 با این طرف میگذرانیم می شود پلوس 2 و در طرف راست از ما هیچ چیز نمیموند، یعنی 0 میموند. پس از 2x کوادرات یک x کوادرات رو میگیریم می شود 1x کوادرات طرح مینوس 7x پلوس 1x می شود مینوس 6x، یعنی 7 تومان قرضدار بودید 1 تومان قرض را سپردید، یعنی پلوس x می شود 6x جمع 3 جمع 2 می شود 5 برابر 0. اکنون ما باید سوم ریشه های معادله را یابیم. برای این از تئورم ویت استفاده میبریم که هنگامی با یک برابر بودن کوفیسینت نزد x کوادرات سوم ریشه ها x1 جمع x2 برابر می شوند با مینوس b، یعنی b ما در اینجا i ما با 1 برابر است کوفیسینت نزد x کوادرات، b ما با مینوس 6 برابر است کوفیسینت نزد پیش از x و c ما کوفیسینت آزادی یعنی bx آن 6 می باشد. برای همین x1 جمع x2 سوم ریشه های معادله ها که ما باید آنها را یابیم این می شود مینوس b ما خودش مینوس 6 است، پس می شود 6. این بود جواب تست 151. بگذاریم به تست 153 ریشه بطون معادله را یابید. می نویسیم x جمع 9 x جمع 3 برابر است به 8 x طرح 3 x جمع 2. قوس ها را می کشویم. x ضرب x x کوادرات x جمع x ضرب 3 می شود
مثبت 3x نوبت 9 شد 9 ضرب x می شود جمع 9x 9 ضرب 3 می شود جمع 27 و برابری در اینجا 8 بیرون از هر دو این قوس ها است. برای همین 8 در هر یک اعضاهایی که ما زیر قوس ها رو میکشیم در همه این اعضاها 8 موجود است. یعنی بیایید 8 اول x رو با x ضرب میزنیم x کوادرات می شود نه که 8 دارد 8x کوادرات x رو با 2 ضرب میزنیم می شود 2x مثبت 2x اما 8 دارد. باز نوبت مینوس 3 ضرب x می شود مینوس 3x اما 8 دارد. باز مینوس 3 ضرب پلوس 2 می شود مینوس 3 ضرب 2 6 اما 8 دارد. و طرف های معادله رو ساده میکنیم x کوادرات جمع در اینجا 3x داریم در اینجا 3x داریم در اینجا 9x 3x جمع 9x می شود 12x جمع 27 برابر است به 8x کوادرات. در اینجا 2x ضرب 8 این می شود 16x باز 3x ضرب 8 می شود 24x یعنی 16x طرح 24x می شود طرح 8x چون که 24x علامت منفی دارد 8 واحد از 16x مثبت زیادتر است. برای همین مینوس 8x مینوس 6 ضرب 8 باشد 48 می شود. بیاید اکنون x کوادرات رو نزد 8x کوادرات میبریم یعنی برابری اعضاهای طرف چپ رو پورا به طرف راست میاریم یعنی 8x کوادرات داریم x کوادرات رو به طرف راست میاریم می شود مینوس x کوادرات. باز در اینجا مینوس 8x داریم 12x رو به طرف راست میاریم می شود مینوس 12x. باز اینجا مینوس 48 داریم پلوس 27 رو میاریم می شود مینوس 47 مینوس 27 برای مینوس 27 و در طرف چپ هیچ چیز نمیموند یعنی 0 میموند. پس در اینجا می نویسیم برابری 0 8x کوادرات طرح x کوادرات می شود 7x کوادرات طرح 8x طرح 12x می شود طرح 20x و طرح 48 طرح 27 می شود طرح 75. یک بار دیگر می سنجم 20 و 40 می شود 60 ولی 75 یعنی در اینجا معادله کوادراتی حاصل کردیم که ما باید ریشه بطون این معادله رو یابیم. یعنی بیاید می نویسیم که a با چه برابر است در این معادله کوادراتی a ما 7 است b ما این مینوس 20 است و c ما باشد مینوس 75 و اکنون دیسکریمینانت این معادله برابر می شود با b کوادرات یعنی مینوس 20 در کوادرات مینوس 4 ضرب a ما چند است. بیاید من در اینجا فرمول دیسکریمینانت رو می نویسم b کوادرات مینوس 4 ضرب a ضرب c b کوادرات مینوس 4 ضرب a ما این 7 است c ما باشد مینوس 75 ضرب کرده میبینیم که 20 کوادراتش میشود 400 این طرح با این طرح میشود جمع 4 ضرب 75 300 300 ضرب 7 این میشود 2100 که جواب ما 400 جمع 2100 میشود 2500. اکنون ریشه های معادله x 1 و 2 برابر میشوند با مینوس b پلس مینوس ریشه دیسکریمینانت تقسیم 2a مینوس b ما این 7 است b ما مینوس 20 بود b ما مینوس 20 بود برای همین در اینجا پلوس می شود پلوس مینوس ریشه 2500 تقسیم 2 ضرب a ما این 7 بود. اکنون می نویسیم 20 پلوس مینوس ریشه 2500 این 50 می شود تقسیم 2 ضرب 7 باشد 14. اکنون می بینیم که کدام از ریشه های ما بطون است. x یک ریشه یکم می شود 20 پلوس 50 تقسیم 14 این می شود 20 پلوس 50 70 تقسیم 14 این با 5 برابر است که علاقه این بطون است و ریشه دوم معادله x2 می شود 20 مینوس 50 تقسیم 14 که این مینوس 30 تقسیم 14 است که علاقه بطون یعنی به بقیه تقسیم نمی شود. پس جواب مسئله ما این 5 می باشد ریشه بطون معادله 5. پس در اینجا د جواب ما د می باشد. میگذاریم بعد مثال 157 میانه گیومتری ریشه های معادله رو یابید. میانه گیومتری یعنی x طرح 8 x طرح 12 برابر است با 32. بیاید قوس ها رو میکشیم x ضرب x میشود x در کوادرات x ضرب مینوس 12 میشود مینوس 12x مینوس 8 ضرب x میشود مینوس 8x مینوس 8 ضرب مینوس 12 میشود پلوس 8 ضرب 12 96 برابر است با 32. اکنون x کوادرات اینه در اینجا طرح 12x طرح 8x این میشود طرح 20x جمع 96
32 رو با این طرف میگذارونیم میشود مینوس 32 در آن طرف در جای 32 0 میموند. پس می نویسیم x کوادرات طرح 20x 96 طرح 32 می شود، جمع 96 طرح 32 می شود که 64 برابر 0. و اکنون ما باید میانه گیومتری ریشه های مدوله را یابیم. میانه گیومتری و میانه گیومتری این ریشه مدوله ها از بس که کوفیشنت پیش از x کوادرات به 1 برابر است، پس موافق تئورم ویت ما نوشته میتوانیم که x1 ضرب x2 برابر است به 3. یعنی اعضای 3 ما در اینجا 64 است، 64 است و اعضای 3 ما 64 است و موافق تئورم ویت حاصل ضرب ریشه های x1 و x2 هنگام 1 بودن a برابر 1 بودن، یعنی کوفیشنت نزد x کوادرات برابر 1 بودن، حاصل ضرب x1 و x2 این همون عدد 64 را میدهد که ولی ما باید میانه گیومتری ریشه ها را یابیم. یعنی ما باید میانه گیومتری x1 و x2 را یابیم که میانه گیومتری دو عدد این حاصل ضرب آنها ولی در تحت ریشه، یعنی ما باید حاصل ریشه x1 ضرب x2 را یابیم، یعنی ما باید ریشه 64 را یابیم که این برابر است به پلوس مینوس 8. ریشه 64 میشود پلوس مینوس 8 که در اینجا جواب ما 8 است. 157 مسئله. اکنون میانه اریتمتیکی ریشه مدوله را میابیم در مثال 159. x طرح 3 x طرح 7 برابر است به 5. قوس را میکشیم میشود x کوادرات باز x ضرب مینوس 7 میشود مینوس 7x مینوس 3 ضرب x میشود مینوس 3x مینوس 3 ضرب مینوس 7 میشود پلوس 21 برابر است به 5. اکنون می نویسیم x کوادرات در اینجا مینوس 7x مینوس 3x میشود مینوس 10x پلوس 21. 5 رو به این طرف میگذارانیم میشود مینوس 5 برابری در جای 5 9 میماند. اکنون می نویسیم x کوادرات مینوس 10x پلوس 21 طرح 5 این میشود پلوس 16 برابر 0. اکنون باز موافق تئورم ویت هنگام سومه x1 و x2 هنگام به 1 برابر بودن کوفیشنت نزد x کوادرات سومه آنها این میشود مینوس b، یعنی x1 جمع x2 این بوده است مینوس b. ما در اینجا چی است؟ مینوس 10 است، مینوس 10. اعضای پیش از x این میشود اعضای انا همون b، پس این میشود 10. ولی ما باید میانه اریتمتیکی ریشه ها رو یابیم که میانه اریتمتیکی دو عدد این میشود سومه عددها تقسیم 2، یعنی خودی سومه عددها رو ما یافتیم 10 است تقسیم 2 این میشود 5. یعنی جواب ریشه جواب مسئله 159 ما این بوده است خودی 5. میگذاریم به مثال 162 که این اخیران مثال است که در امروز دیده میبریم. عددهای x0 و y0 حل سیستم زیرین میباشند. قیمت های x0 پلوس y0 را یابید. ما باید x0 پلوس y0 را یابیم برابر چند است. میگذاریم به حل مسئله. 5x طرح 3y برابر است به 1. 7x جمع 4y برابر است به 26. ما باید x0 جمع y0 را یابیم، یعنی سومه x0 جمع y0. اگر ما مدوله ها رو با هم جمع کنیم 7 جمع 5 7x جمع 5x 12x می شود مینوس 3x جمع 4y این می شود، ولی در اینجا درست نمیگیرد. خوبترش بیایید همین خیلی با اصول گزارشی حل میکنیم مدوله رو. از مدوله یکم میابیم، از مدوله یکم حاصل میکنیم که 5x برابر است به 1 جمع 3y، یعنی 3y رو با اون طرف بردیم 1 جمع 3y شد و از اینجا اگر x رو یابیم با پایان میرود 5 میموند 1 جمع 3y در بالا، یعنی ما x رو با واسطه y افاده کردیم. انا همین x رو آورده در مدوله دویونگی میگذاریم، یعنی 7 ضرب در جای x میگذاریم 1 جمع 3y تقسیم 5 برابر جمع باز 4y برابر است به 26. برای آن که در اینجا از 5 خلاص شویم همه اعضای مدوله رو با 5 ضرب میکنیم حاصل می شود 7 1 جمع 3y جمع 5 ضرب 4y برابر است به 5 ضرب 26. 1 جمع 3y تقسیم 5. بله خطا نکردیم امیدوارم. اکنون قوس ها رو میکشویم.
7 جمع 7 ضرب 3 y می شود 21 y جمع 5 ضرب 4 y می شود 20 y برابر است با 5 ضرب 26 می شود که 130. اکنون ببینید 7 جمع 21 y جمع 20 y می شود 41 y برابر است با 130. 41 y را در طرف چپ میگذاریم می ایستد 7 را باشد به طرف 130 میبریم در آنجا مینوس 7 می شود و موافقاً 41 y برابر است با 130 طرح 7 این می شود 123. 130 طرح 7 123. اکنون y را میابیم که می شود 123 تقسیم 41 که 123 تقسیم 41 3 کرد 4 12 120. بله y برابر می شود با 3 و x ما باشد از این فرمول یافته می شود. x ما از فرمولی که در اینجا ما ببینید در اینجا انا این فرمول میابیم x برابر است با 1 جمع 3 y 3 ضرب y که ما در آنجا حاصل کردیم که با 3 برابر بود. ببینید در پایان y برابر 3 است. پس 1 جمع 3 ضرب y یعنی 3 ضرب 3 تقسیم 5 برابر است با 1 جمع 3 ضرب 3 ما این 9 می شود تقسیم 5 این می شود 2 یعنی 1 جمع 9 10 تقسیم 5 می شود 2 و ما باید سوم انا همین y و x را یابیم یعنی سوم y 0 و x 0 خیلی ما در اینجا فرق ندارد ما با واسطه y و x اشاره کردیم که آنها 2 و 3 می باشند 2 جمع 3 برابر است با 5 یعنی جواب مثال 162 این 5 بوده است. سوم انا همون x 0 و y 0 که ما در اینجا باید میافتیم. این بودن یک چند نمونه مثال ها از مرکز ملی تستی از فن متمتیکا. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید دوستان عزیز. نوارهای دیگری ما را انتظار شوید.